ماما بابا چرا حرف نمیزنه؟ چرا بد اخلاقه؟ چون مردا وقتی حالشون بده گریه نمیکنن، میزن تو خودشون، صداشون هم در نمیاد. تا هم وقتی بزرگ شدی مثل بابات شو که زنت پست نفرسته پیشم. حال که خواست زن بگیره، ولی اگه بخوام زن بگیرم یکی مثل تو میگیرم. چرا؟ مگه من چیم؟ خوشگلم؟ خوشگل هستی، کار میکنی، مواظب ما هستی، تازه مواظب بابام هم هستی. یواشتر میخوای بابات بشنوی تلفنه که تا پارسال صبح بیدارت میکرد میبود مدرسه، میرفت کارخونه تا شب. بعدا سرش اومده، میفهمی؟ آدم باید مواظب خودش باشه. اگه من چی گفتم؟ فقط گفتم زن میگیرم مثل تو. خب اصلا نمیگیرم. تو بزرگ شو، من یکی از خودم بهتر واسه تو میگیرم، ولی تو قول بده مثل بابات چی.